محمد پاشه دیگه، ساعت 2 ظهره. اومدم. فاطمه من واقعا احساس کنم سرم کلا رفته، اصلا گول خوردم. چطور؟ یاد قبل اینکه بگیرم چه عکسای خوشگلی میذاشتی اینستاگرام، تا شبیه الانت نبود. میگفتم عکس بیارایش بده، با افکت بهم عکس میدادی. ولی الان میبینم چه جوری قیافت. انگار کلمو رنگ کردن، جو گل طلب به من دادن. اینقدر من بدبختم. ساعت چنده؟ 2. یادت هفته صبح استوری میذاشی دم بود خودفمان باشه؟ چی شد الان؟ آره یادته. بعدش هم شما هم تو عکست خیلی تر و تمیز بودی، ولی الان چی؟ اگه من اصرار نکنم با همین پیژامه میخوای پاشی بیایم مهمونی. اشکال نداره که گول خوردی، مهریه منو بده من میرم. ببین از این اخلاق خیلی بدم میاد، اصلا جنبه شوخی موخی نداری. دیگه میدونی بیارایشت از همه چی بیشتر دوست دارم. آشغالا رو بر بیرون. آشغالا رو میبرم من، که تازه بدبخت بیچاره. پاشو بیا جمع کن دلمو ببر، تو بیا حال خرابمو بخر.